وقتی که خدا فرشتگان نافرمان را از آسمان راند، محکومیت آنها مهر زده شده بود. این موجودات روحی که در نور درخشان آسمان زندگی می‌کردند، هیچ عذر برای گناهشان نداشتند، اما برای انسان گناه آلوده شده خداوند نقشه بازگرداندن آنها را داشت. اگر آنها به خدا باور کنند، هنوز گناه عواقب دارد. همانطوری که خدا لوسیفر و فرشتگان نافرمان او را از بهشت آسمانی بیرون انداخت، اکنون خدا آدم و زنش را نیز از بهشت زمینی بیرون راند. پس از بیرون کردن آنها از باغ، خدا در سمت شرقی باغ عدن فرشتگان را مستقر نمود تا با شمشیر آتشینی که به هر طرف میچرخید راه درخت حیات را محافظت کنند. درخت حیات دیگر درخت مخصوص وسط باغ بود. فقط انسان‌های کامل می‌توانستند از آن درخت بخورند، اما آدم و حوا دیگر کامل نبودند. آنها گناه کردند و باید می‌مردند. خدای آفریدگار بزرگ ما قدوس، یعنی این که او خالص، پاکیزه، کامل و نیکوست. به خاطر طبیعت قدوس و قوانین مقدس خود او باید گناه را با مرگ، یعنی جدا نمودن از سرچشمه حیات، مجازات می‌کرد. بعضی انسان‌ها فکر می‌کنند که خدا آنقدر بزرگ است که او می‌تواند از قوانین خود چشم پوشی کند. دادگاهی را تصور کنید. قاضی که در آنجا نمی‌خواهد قانون کشور را تطبیق کند. آیا می‌توان گفت چنین قاضی فرد عادلی است؟ بازی فوتبال را تصور کنید. داور که قوانین بازی را رعایت نمی‌کند، آیا چنین داور را خوب می‌گفتید یا بد؟ شیطان می‌خواست که حوا باور کند که آفریدگار او قوانین خود را اجرا نمی‌کند و قانون شکنان را با مرگ مجازات نمی‌کند، اما پادشاه عادل و داور هستی همیشه کلام خود را نگه می‌دارد. خدا بزرگ است، شما می‌توانید باور کنید. فرمان روایی تو بر اساس عدل و انصاف هست. در تمام کارهایت رحمت و راستی مشاهده می‌شود. ببینید به این معما جواب دادن می‌توانید؟ شیطان و انسان چه کار کرده می‌توانند که خدا نمی‌تواند انجام دهد؟ این است جواب خدا. عهد خودم را نخواهم شکست و آنچه را که گفتم تغییر نخواهم داد و در پاکی خود دروغ گفته نمی‌توانم. پادشاه عالم از کلام خود گذشته نمی‌تواند.